حالا چگاه شیشته این؟ اینجا با مفتر شیشته این کام گرمی من بیان لالا میته برون خوش به زوغله برد نمزاد خو کویر دارم بیارم سرا دیگه گوسفند بلندی بکشتیم برون بگم بدین خوب کاری کردی خوب کاری میکنی لالا یک مسلر توی تو خدا خود فکر کردم تو باش اشا بپرسیم بازم شما کلانتره لالا ما میرم بعد نمزاد خود خسو خوشو خورم بگم که بیایم نه بابا یلک کرد از اینا 8 نفر آدم هم یلک کنم نمزاد خود دا بیاره کل ولمی گوسفند خسور خوشو تو میتا تازه خوری کنم اگه خسور خوشی دور بگین خسور خوشی من با گله میکنم میگن سه کو بچه نمزاددار بود خسور خوشی از اون بگفتم این بچه که بچه کلونه از خسور خوشی از اون نگفتم هر کی با گله من میشه خلالا گفتم خاطر با بعد نیم بولم یک گفتن خیلی بگو شما هم میریم بیاین که بریم این سخت نگیر که بیاین که بریم بیاین که گله خوش ببینید تو همه میخوره مگر باید بزرگ چیزی هم نگیر لالا با گفتن خیلی اگه باشه اگه گیلک همینجا نباشه از نمزاد من جلوتر خودیم میایم گیلک هیچی نگو خسور تو بیا از به جزغاله کلون شده عاشق جزغاله خب با خودنا هم دارم اگر ندارم که بگو ندارم هم دمه که خودنا لندی کشی بکنم ما و تور میگم اگر تور بگم من کنه میگم راست میگی سه لالا گفتم باشه به شما یک گفتن یه امیت سرسرکی به خسور خوشو خب بگو بعد نمزاد خوبه دا بیاره باشه چشم لالا از اونا که دفتر خوارا منه راست میگی راستی گوسفند بکشیدیم چند کیلو شد لالا نام خدا لالا 44.5 کیلو گوشت کرد نام خدا سکو براد یک دمه که من تو یک چیزی میگم براد به می سر می زمینا به می مالال خود زحمت کش تو میگی نه براد ما به سر مگب میزن آخی گوسفند 7000 بود که میر به 7000 استونده بودم همال ایر میبردم به کور میدادی میریم 10000 به پول میشد لالا زحمت بکشیدیم خاله چروندیم نام خدا خوب زحمت بکشیدیم بسته زمستون خودت تو گوشت لام میخوریم علاوه استراحت میکنیم خلاص ما برو نمزاد خود بیارم لالا وردا بیار آقا خب لالا انا ما دوباره هم به تو میگم خسور خوشو خیلی سخت نگیری که بیای رنگا که تو بوس کویی و گور شد تو بیا من دیگه دادم تو تو نمیبینی گوسفنده و سر درخت بالا شده من باری دیوالا بالا شدم همه گوسفنده تو همه برگامر بچوریدم های خوب بگی خبردار بگی چی خبردار بگی مرد گوسفنده چند داده به بالا درخت ها به بالا دیوال تیر از مجل بخوریم ما و خیلی زنی ما خود ما گو و خر داریم گوسفند داریم شکار بابا چرا گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ نه چی گفته؟ چرا؟ به خاطر چی طور زد؟ گریه میکنی یا گم بزنی؟ به خاطر همین بوزا خود چیکار شده بوزا؟ هیچی من خواب بوده بیدم قراره کردم بوزام چند داده بید و درختا بالا شیده بید سر دیوار
اینا بلگار میخون درخته اینا ری پوست میکن یک دفعه بام جو خودی دو گیلک شروع کرده بام زدن بام سر کله ما باف میکنه کجا بود اگاله؟ ای زنده بینا کجا درخته برا وقت تو گریه نکن تو ایش خود گسنده بگیر اگاله مثل که من خودی رو گم بزنم اگه من پوست نکنم من او تلارتی به جون از بزنم که مگریش دکتری به درد از این نفهم زمین خوبه در بالا به سر زمین خوبه خاک برنگ تو گلکی اونا چه تو جور تا درخت داری دیگه چی داری میشا خونیشی من پیشت دل من میره من زلت گاکا تو بخوا گیلک صبر کو کجا میتی تو از همه جا با چه مشروع کردی به زدن صبر کو بس تکک با تو بگو به تو دیگه نخورده بیدی صبر کو کجا میتی ها بستا بس تکک تو بس تکک بگو چکانه گله چکان نور حالی میتی آخیر اک پیش با کجا میری بیاگه با من که گیر نکنم پست تور میکنم چکانه که پشت بابا چه کارتی رو بچی من بگیریم تا بازار دست پاک کنه تو تونسته بزده چره به خاطر کمی بوزدکام بالا شده یک دو تا برگ از این درخت‌ها شما بخورده خب ما که با بالا نفتادیم خودی از عزیزی اوخی شر شدم نفس شما بالا آماده تا برده شده خیلی لون برده نکردیم با چای انگاه یک دم آشتی یک دم چی با چایم برادر حالا وقت برگریزیه برگا میرزه چی فرق میکنه کمی بوزدکام بخورده حالا بچه تو که بزده او بکشته چرا نگرفتی تو بکشته او نرم نور کرده او بچه شوخی میکنم بعد دیگه شما برده شده میده برادر شدم حالا میتونی بگیری اگر گیر نکنم باز میفهمم که وقت چیکار میشه با خدا ببین چی با جون میده میکن تا کی هم تحمل به شما مردم چرا ما مردم چیکار کردیم همین که نمیفهمونیم سادر بدر میکنه سبری منه و چی خب کار باشه هر کس ماه باشه من میگم برار تو باشه خسور بوریتونه بفهمونیم او برو بیر به یک دکتر که خوب شه اختیاری نکن بفهمونم خود دوماد کو هستی اختیار دارم دوماد نو اختیار دارم خود دوماد کو هستی بفهمم که نمیفهمونیم برو بفهمونم میفهمید چی سرقیه دیگه شما خودی میگیرید سرقیه بابا بکو که بگار بگیر من استکه یه چیزی هم سر از او هم رنگم بیت ساده بچه مرد تا تونسته بزده خیال میکنم با تو دیگه لیاز میکنم سبب کتر با گیر کنم السلام علیکم و علیکم خوبی بخیر سلامت جان شما جوره خانواده خوبم خوب خوبه نمزاد خوبه باشه برفضل الهی شکر شیگه پای تیار هستی کوکو خسور گیلک به جلوی شما نخور نه ها یعنی ول چیزیه سلام است مثل که قایم شده ایم چره جامعه هیچ چیمی همسایش به نورالله جلوی من گرفت تک برده شده بود گیلک به چی مرتبه نیسته بزده به خاطر که یک گوز بالا شده برو دیوال دو تا برگ از این درخت‌ها بکنده بخورده به چی نورالله زده بابا میگه تو نیسته به چی بزنه نورالله بیچاره خیلی اعصاب خراب برات گیلک شده گفتم خیره من خودی کم جربه هستم بکردم به چیه باز گیلک که از کمی سادگی که نمیفهم مشکل نداره گفتم باشه من میگم با کاکا خسور خوب بعد کرده که گیلک بچه نورالله زده این بچه نادر چرا میزده این هم قطعی نه حالا که کجیر بیچاره اندازه اونیه که خودی جنجال میکنه باور کنی میتونه نمیگه کاکا خسور که میته گیلک خور بمی سینی من نزد نرم نول شدم خیره باش کاکا خسور ببرید بگیم خودی کجیر خود خونه کار خوب نیه مدام همی رو به سراشم یکی به جلو میخوره شکایت از این بچه شما دیگه همین سادیه دیگه چه کار کنم شما همیت معلوم میشه همیت که ما یفهم خیلی گیلک ما می چی نمیگیم بریو خود چه کار کنم یک بچه دیگه بازم کم نصیحت خو خیره باش کاکا خسور بگذاریم بگم من بیام آدم که نمزاد خبر دارم ببرم خانه خاطریم گوسفند خود کشتیم گفتم یک چند شی باشه با پسور میذارم اون میاد ها خیلی ببین کاکا خسور دست شما در نکنه خب شما کجا میریم من میرم تو سبق شما سه ما میرم صدا خبر میگیریم نمزاد خبر میذارم خوب خیر بی کار نداریم با شما بیاین دیگه بخیر خاطر گوسفند کشتیم یک شی میام بالاخره حالا با گیلک ببینم ما خوشو خمه با بیاین شما بیاین خوب عباس بله گوسفند چیزیه لندیه خوبه بیاین گوسفند لندیه یا به جغدالا دیگه هستم دیگه نیه
شما اوله. چکاره سرگی؟ دیل مپتر گندی چکاره چی گپه؟ نیرولا نبیدی جگان نیرولا. نیرولا؟ ها ندیدم نه خیلیته. هیچ کی نبیده. نه چری؟ خاطر از یک 4-5 تا گوسفند هیچیه. نه که بگذار زین بسکل. نه سرگی چکاره تو؟ 4-5 تا گوسفند بالا شده به سر دیوال درختها چک داده گوسفندای چک داده به بالای درختها یک دو تا بزغاله که بالا شده به سر درختها بالا شده بود. پای بلگاد باغچه ما میخوردن. ما هم خود با بلگاد به کار داریم. یک بار بچو کجیر برات سعی کردیم اینجا بچو کجیر خواه او سه لط کردم برا گل به سر. نوشی جان تو گیلک آفرین خوب کاری کردی. شیر مادر منیه. خیر بینی گیلک همی کجیر که امسال همی کشتکارا همه بچرون. با خدا طور بگم به عقل دور میندازم. ای تو این سر خوبالا میکردی و تاجی میزدی گیلک خوب کاری کردی. نوشی جان تو. صبر کن زین باسکل کو بیارم. نیلولا نبود دلجم برو مغله. دلجم برو. آه. دروغ نگی که تو اگه ندیدم گیلک دلجم. پست تور میکنم من. میگم ندیدم تو دروغ میگم. دلجم برو. اگه دفعه کجیر بدیدی که می خود خواه بزغالای بالا شده به سر درخت. به سر درخت ها چک داده مثل که گاهی وقتی من نمیره توت میکنم این اون مثل خوشتکیامه مثل بالا شده به درخت توت چه بلگار میخوره یکی نی 10 تا بچو 40 تا داره چند تا دو دفعه می تلت دو خورده دیگه ویش میکنه گوسفند ویش میکنه اشتگارا مردم یالا نمیکنه این بکن کی بلیک بسکیل من بکن گیلا تخت یور بیا وردشتی اینو وردشتم